جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. پیرزنی نابینا. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. در یکی از خانه های کوچک اطراف مدینه پیرزنی نابینای عمر به سر می برد که از مال و بساط دنیا غیر از یک گوسفند، یک ستیل و یک بوریای که با گذشت ایام رنگش پریده و فرسوده گشته بود چیزی دیگری نداشت. عمر خداوند از او راضی باد با این پیرزن عهد نموده بود که هر شب از حال او خبردار شده به او آب می دهد. این عمل را عمر خداوند از او راضی باد چند وقت انجام داد. روز از روزها عمر خداوند از او راضی باد به سوی خانه آن پیرزن آمد و دریافت که همه چیز در نزد پیرزن مرتب و مهیا شده است. دانست که شخص دیگری از او پیش دستی نموده به آن پیرزن کمک رسانیده است. روزهای دیگر نیز حال همین بود. پس از چنین رنگ گرفتن حال عمر خداوند از او راضی باد نزد خانه آن پیرزن آمد و در نزدیکی آن خانه پنهان شد تا کی بودن آن شخص نیکوکار را فهمد. چند ساعت در آنجا پنهان بود. در این اثنا ناگهان مردی را دید که نزد خانه آمده در را زد و داخل آن خانه شد. با عمر خداوند از او راضی باد معلوم گردید که این ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد است. ابوبکر خداوند از او راضی باد در آن زمان خلیفه مسلمانان بود. پس از داخل شدن ابوبکر به آن خانه عمر از مخفیگاهش بیرون شد، زیرا برایش همه چیز معلوم گشته بود و به حال ابوبکر صدیق تعجب نموده با خود چنین گفت: قسم این تو هستی که چنین کرده می توانی و چنین حوصله را داری. برادر و خواهر عزیزم، این یک درس عبرت است برای ما. ببینید ابوبکر و عمر خداوند از آنها راضی بود، ناوابسته از آن که موقع بلند در جامعه داشتند، آنها به محتاجان کمک می رسانیدند. این خصلت حمیده آنها بود که امروزها ما قصه های آنها را خوانده لذت می بریم و خوش به حال آن برادرانی که ناوابسته از پست و مقام خود را خدمتگار خلق می دانند و به خلق خدمت می کنند. خوشا به حالشان. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.